میدونی آقای خرچنگ در واقع پدر پرل نیست و داره به یه دلیل ناراحت کننده ای ازش استفاده میکنه. پدر پرل در واقع نهنگیه که تو قسمت فرار از زندان تو فصل 9 میبینیم، ولی اون به خاطر کشتن همسرش یعنی مادر پرل اونجاست. بعد از اینکه پدر پرل سعی کرد از جسد فرار کنه، قبل از اینکه دستگیر بشه، آقای خرچنگ اتفاقی لاشه نهنگ مادر رو با پرل تنها پیدا میکنه. اما اینجای داستان ناراحت کننده است. وقتی یه نهنگ میمیره، لاشه‌اش میتونه یه اکوسیستم کامل رو تغذیه کنه و آقای خرچنگ که از هیجان و طمع پر شده، اینو به عنوان یه فرصت میبینه تا کلی پول در بیاره و به این فکر میفته که رستوران خرچنگ رو باز کنه و تیکه هایی از مادر پرل رو به عنوان راز اصلی به فرمول کرابی پتی اضافه کنه. به همین دلیله که پلانکتون نمیتونه کرابی پتی رو بازسازی کنه، چون تنها نهنگایی که تو کل سریال میبینیم پرل و پدرش هستن. اما اینجا قضیه خیلی تاریک میشه. آقای خرچنگ پرل رو فقط به عنوان یه منبع گوشت جایگزین به فرزندی قبول کرده، در صورتی که گوشتش تموم بشه و اون سعی داره اونو از پدر و دوستاش جدا کنه. ممکنه این دلیلش باشه که اونو با کلی هدیه لوس میکنه تا اینکه اون از پیشش نره. و آقای خرچنگ همیشه ابراز میکنه که وقتی دخترش بزرگ شد میره دانشگاه، در حالی که اون در واقع منظورش اینه که اون داره سلاخی میشه، پخته میشه و برای مشتریا سرو میشه.